کسی که یک عمل انجام داد به جهالت، یعنی جاهل شد در وقت گناه کردن، ثم تاب من بعدی، بعد از توبه کرد، رجوع کرد به طرف الله، بعد از این گناهش رجوعی که پشیمان میشه، توبه بازگشت میکنه که یا الله پشیمان بد کردیم، بعد از این به زبان استغفارم میگه، ولی عملا چی؟ و اصلاح بکنه عمل خدا. حال یکم تو میگه مدینی گناه هستم، چطور میشه؟ توبه توبه توبه، استغفر الله استغفر الله، به زبان میگه، باز میره دم کار. نه تو نیستی. توبه که کردی، رجوع کردی، پشیمان شوی، خدا ملامت کنی، اعتراف کو به گناهت که الله ما بد کردیم. بسیار حدیث از با رسول الله هم یاد داده که قسم توبه کنین. اللهم رب انی ظلمت نفسی ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحیم. این حدیث در بخاری است. تو اعتراف کو که ما ظلم کردیم به بالای خود، ظلم زیاد، اعتراف میکنم، غیر از تو دیگه کسی نمیبخشه. و بعد از این و اصلاح کنه، دیگه به اون طرف نرو، دیگه به اون گناه نرو، 100% تصمیم بگی که دیگه پس وسو نمیرم. اصلاح عمل این باز به می شرایط فانه بدون شک الله غفور بخشاینده رحیم مهربان است. اینا سعی کنین تصمیم گرفتی که به گناه نمیرم، اگر باز رفتی دو گناه خود تصمیم تو تو توبه نکردی که ما باز انجام میدم، 100% تصمیم گرفتی نمیرم، ولی باز دمی گناه مبتلا شدی، نال باز با الله رجوع کن، باز با الله رجوع، باز توبه، الله باز قبول میکنه. باز اگه میگم شد مثل که اکثر جوانا در مرض شهوت گرفتاره، توبه میکنه باز میداو، توبه میکنه باز میداو، اینا باز توبه بکن. باز که دیدی که باز بار ادامه داده رایستی، توبه کده برو، ولی باز اینجا اسلام میگه که همو اسباب گناه را ریشیش پیدا کن. چی چیز تو را به گناه کشانی و ریشیش ببر که چی هست؟ شهوت هست، ازدواج بکن، برو یک فامیل بسیار غریب هم چی را بگی ازدواج کن. خیر است، فرقی که بود، قدش پخش بود، رنگ سیاه بود، هرچی که بود، اگم تا این از این نجات مرض داره و در ذهن خود یک تصور مانده که مایی تو یک دختر فامیل سرمایه دار باشه، قد بلند داشته باشه، چشمایش تو باشه، سوادش تو باشه، فلانا پوانتون خوانده باشه، دکترا باشه، دیگه ایسو زنا و فحشا قدر رئیس نه کنم نشه. برو یک تا عاجز بی، یک بیوه بی، بیوه زیاد اصلا ازدواج بکن، ولی کار نکن، بعد از تو محفوظ میشی. نشد دیگه دوم ازدواج بکو، سوم ازدواج بکو. اینی مثالش. یا در یک اداره است رشوت بیدینی، سیلاب تیر اداره را، یا در یک مکان است جرم جنایت زیاد است، تو را همیشه به اونجا میکشانه، مؤمن هم میکشی. مثلا در یک ارگان استی که مسلمان کشی کنی، ایلاب تیر مجرم، توبه است که ترکش کو دیگه. یک حزبی هستی که باطل پرست است، دو حزب که بودی مجبور گناه کرده بودی، ایلاب تیر حزب باطله، هم ریشه گناه را ایلاب. مثل که اون حدیث صحیح مشهور در بخاری که رسول الله هم گفت نه اون انسان 99 نفر کشته بود. پیش دیگه یک جاهل رفت گفت که 99 انسان کشتیم، توبه پشیمان هستم. گفت توبت قبول نمیشه. دور شو گفت 99 تا هم کشتی، هنوزم میخوای جنت بری. سر از او رام برید، شمشیر کشید زد. گفت که خیلی باش که صد تا بیز اومده جهنم میره. باز پشیمان شد که چی بد کردیم. باز رفت پیش یک عالم، بازی گفت که الله قبول میکنه، ولی به شرط که می قریه جرمزا، جرم جنایت تولید میکنه، اینجا را ترک، اینجا بعد ماشاست، آدم کشاد، اینجا تو هم زور داری که بودی مجبور یک تا دیگه سرت می یک قارد میشه، تو خانه دا آدم کشی، دست هم بخی روانه، باید یک تا دیگه را میکشی، حلابت اینجا را برو. این قریه را ترک کرده بود، روان بود دو قریه مصلحین، از مکان جرمزا خدا بکش که جرم تولید میکنه، جنایت تولید میکنه. وقتی که روان بود هنوز در اونجا نرسیده بود که ملائکه موت رسید، روحش گرفت. اینجا ملائکه رحمت میگه به ما بته، عذاب میگه به ما بته که این 100 نفر کشته به ناحق. الله سعی کنین چقدر مهربانی کرد، چون که توبه کرده بود صادقانه. الله میفهمید که به او قریه نزدیک است، باز گفت که متر کنین که به او قریه توبه نزدیک است یا به قریه جرم جنایت. وقتی که متر کردن دیدن که به او نزدیک، گفت اینال ملائکه رحمت گفت شما بگیرید. 100 نفرم کشته، ولی به شرطی که صحیح توبه کنی، بازگشت کنی. اینال یکم تا میگه حقوق بنده ها چی میشه، الله حقوق هم با در روز قیامت بعض نعمت ها و بعض چیزای خدا به می مقتولین کشته شده ها میته که اونا میبخشندش، حاضر میشه در محکمه الله، ولی بالاخره مو معفش میکنه.
الله میگه اگه ای را ببخشین بر شما اینقدر توبه کرده بود و ما وعده دادیم که توبه کنه او را میبخشم. باز میگه که یا الله بر ما خیلی چی میتی؟ میگه بر شما خو اینقدر درجه، به خاطر که شما زجر قتل دیدین اینقدر درجه اینقدر مرتبه. باز اونا میگن ما بخشیدیم حق خدا، یعنی الله رضایت از اونا را حاصل میکنه، اونا راضی میشن، اونا عفوش میکنن. پس اینجاست که الله میگه گناه نشود مؤمن اگر شد توبه کنه. چقدر دین خوب داریم ما شما الحمدلله. اگر یعنی گناه جرأتت نده، شیطان تلاش میکنه که گناه کردی با یک گناه بعد یک گناه میگه بیا از خود جهنم میریم، نه مثل که حالا هم جاهلا میگن. این کسایی که خدا مؤمن میگیرن بیا از خود یک دفعه رفتنی هستیم، ما ایقا گناه کردیم توبه، هرچی گناه کردی توبه بکن و اصلاح کو خدا، فانه غفور رحیم، الله میبخشه. یک هم توش میگه یک دفعه خو میره و قبول هم کردم. تو چطوری گپا میگی؟